خانواده ما خیلی ما خواهر برادر بودیم و من آخری بودم و همه جایگاه‌های عاطفی که پدر مادر از بچه‌هاش می‌خواست دیگه اونا تصرف کرده بودن. هیچ تشخصی برای من نمونده بود. بچه هم بودم، نه کار خاصی انجام میدادم، نمیتونستم جای بابام برام کار کنم، نه مثلا برای خودم یکی دو تا وظیفه کوچیک تعریف کردم و گفتم اینا دیگه حوزه استفاضی منن، کسی به اینا دست نزنه. نون من میرم میارم، نبینم کسی بره نون وا. نفت اگه خواستین گالان بدین، من میرم از درام میکشم، درام نفتی، بشکه نفتی. یه چیزه اینطوری. و یه روزی تابستون روی این لوکه یا تختی که شبا روش میخوابن تو حیاط بودم، دیدم گوشه حیاط یک گاراژ مانندی، یه سقف ایرانیتی، ننم گالون گذاشته کنار درام و هی تلمبه میزنه که نفت بکشه. گاه اصلا به این فکر نکردم که تو چله گرما ننم نفت میخواد چه بکنه. از همونجا رفتم سمتش، گفتم دیگه همه چی تو هم شد دیگه خراب نکن دیگه، نفت مال منن، بگو نفت میخوام تا بیارم. بعد میری میشینی میگه کمرم دردم. گاه همین حینم عدش گرفتم، من ناراحت میشم کمرت درد باشه بعد خوت نمیبره شو ناله میکنی. بگو نفت میخوام، بگو نون میخوام، چی که میخوای بگو. گاه حالا ما دارم این حرفا میزنم و ننم یه جور منگی که اصلا نمیفهمم، یعنی چند تا داره نگاه میکنه، نگاهی گالون میکنه، نگاهی بشکی میکنه، نگاهی من میکنه. گفت نفت کشیدم بهش دادم. گفت سالها بعد عمم گفت ننت او روز میخواسته برای خوش تش بزنه و تو که اینطوری گفتی به خاطر تو ماند. و بعد فکر کردم اینقدر ما میتونیم رو هم مؤثر باشیم، یه بوقی که ما سر چاران نزنیم اینقدر حال او خوب میشه و اگه بزنیم اینقدر سرما میره تو وجودش. یه نهیبی رو میتونی به تأخیر بندازی، یه تشویقی رو میتونی درش تعجیل کنی. یه آدمی میخواد داره خوش تش بزنه، ممکنه 3 کلمه تو 3 جمله تو سرنوشتش عوض کنه. و بعد دیدم چه چیز عجیبیه، یک روزی این مادر این بچه رو از رحمش زاییده که 11 سال بعد دوباره اون اینو به دنیا بیاره.